سلام رفقا، به کانال خودتون خوش اومدید. بالاخره انتظارها به پایان رسید و فصل سوم خاندان اژدها با یه افتتاحیه طوفانی و یه نبرد عظیم شروع شد. نبردی که بدون شک بزرگترین چیزی که تا الان تو این سریال دیدیم و امروز قرار نیست فقط داستان رو تعریف کنیم، بلکه میخوایم قدم به قدم این اپیزود رو مشکافی کنیم، از ایستر اگ های مخفی تیتراژ گرفته تا جزئیات ظریفی که شرط میبندم تو نگاه اول از دستتون در رفته. پس بدون معطلی لایک رو بکوبید و بریم سراغ اصل مطلب. مثل همیشه همه چیز از تیتراژ آغازین شروع میشه و همون فرشینه گلدوز شده خفنی که توی فصل دوم هم دیده بودیم و اما این بار با کلی جزئیات جدید برگشته. بذارید یه فکت جالب بهتون بگم. این گلدوزی ها در واقع کار دست خود هلنا تارگریان هستش که توی دنیای سریال با رویاها و پیشگویی‌های ترسناکش از آینده و گذشته خاندانش شناخته میشه. نفوذ خون توی تار و پود این پارچه دقیقاً داره تاریخ خونین تارگریان ها رو بر اساس کتاب آتش و خون جورج مارتین روایت میکنه و اگه به تیتراژ دقت کنید تصویر دنیز رویا پرداز رو میبینیم که نابودی والریا رو پیش بینی کرده و همین پیشگویی باعث نجات تارگریان ها شد. رشته های نخ دنیز رو به فاجعه نابودی والریا وصل میکنه و جایی که آتش فشان ها در حال فوران هستن و اژدهایان از آسمون سقوط میکنن. درست بعد از اون اگان فاتح و خواهرانش یعنی رینیس و ویسنیا سوار بر اژدهاشون بر فراز وستروس ظاهر میشن و اژدهای ویسنیا همون ویگار پیر و ترسناکه که هنوزم توی خط زمانی سریال وحشتناکترین نیروی میدونه. و در ادامه تیتراژ صحنه های فتح وستروس توسط اگان رو میبینیم. پرچم لنسترها و گاردنرها روی میدان نبرد غرق در خون افتاده و اژدهان دارن جسدها رو میبلن. اون وسط قلعه معروف هارنهال رو میبینیم که داره توی آتش اژدها میسوزه و این دقیقاً همون قصه‌ایه که تایوین لنیستر توی سریال بازی تاج و تخت تعریف میکرد، اینکه چطور اگان از آسمون با آتش اژدها به هارنهال حمله کرد و هارن و تمام پسراش زنده توی این دیوارهای سنگی برشته شدن. بعدش لردهای عاقل‌تر وستروس مثل ارنها، استارکها و تالیها رو میبینیم که دارن جلوی اگان زانو میزنن. یه جزئیات خیلی ریز روی زانوی شارا ارین وجود داره، پسرش رونالد ارین. این در واقع یه تهدید غیر مستقیم برای جون اون بچه بود که باعث شد دژ نفوذناپذیر ایری بدون خونریزی تسلیم فاتح بشه. رشته های فرشینه ما رو میبره سراغ میگور بیرم که روی تخت آهنین مرده، کسی که تاریخ هنوز مطمئن نیست پادشاهیش با حادثه تموم شده یا قتل. بعد از اون جهیریس سولجو و همسرش رو میبینیم که محبوب ترین و موفق ترین حاکمان تاریخ تارگریان ها بودن. زیر پای اونا یه ستاره و یه دیگه طلای گلدوز شده که نشون میده چطور جهریس رابطه خاندانش رو با مذهب اصلاح کرد و خزانه سلطنت رو از بدهی نجات داد. و بعد میرسیم به شورای بزرگ، همون سکانس افتتاحی قسمت اول از فصل اول سریال، جایی که جهریس برای جلوگیری از جنگ جانشینی ویسیریس رو به عنوان وارث خودش معرفی میکنه. حالا رقص اژدها روی فرشینه رسما آغاز میشه و قلم رو به دو قسمت تقسیم شده. اگان دوم روی تخت آهنین نشسته و رینیرا روی دراگون استون. بعدش اون اتفاقی که رسما جرقه جنگ رو زد به تصویر کشیده میشه، کشته شدن تصادفی لوک توسط ایمون توی استورمز اند. سکانس بعدی مراسم تدفین جهریس کوچیکه، همون شاهزاده بچه‌ای که توی تختش سرش رو بریدن. اگه دقت کنید نخ‌های سرخ از روی گردن جهریس رد شدن که نماد بریدن سرش و تلاش قاتلا برای فرار از پایتخت. نبرد خونین روکسرس هم گلدوز شده، جایی که رینیس و اژدهاش میلیس کشته شدن و اگون و اژدهاش سانفایر به شدت آسیب دیدند و ایموند اون وسط پیروزمندانه ایستاده، چون تنها برنده واقعی اون نبرد بود که هر دو اژدهای دیگر رو زمین زد. در نهایت ویگار رو وسط یه دایره میبینیم که تمام اژدهان جناح سیاه دارن به سمتش پرواز میکنن. تیتراژ با نشان دادن اختصاصی رینیرا یعنی اژدهای سیاه با پس زمینه قرمز تموم میشه. نکته جالب اینجاست که دیگه تخت آهنین پشت لوگو دیده نمیشه. این یعنی این جنگ حالا خیلی بزرگتر از تصاحب یه تخته. خب داستان این قسمت بلا فاصله بعد از پایان فصل دوم شروع میشه. ما رینا تارگریان رو میبینیم که بالاخره با اژدهای وحشی شیپ اسلیر روبرو شده. توی کتاب آتش و خون این اژدها رو یه دختر روستایی رام میکنه، اما سریال برای خلوت نگه داشتن داستان و دادن یه نقش کلیدی به رینا اون دختر روستایی رو حذف کرده و این خط داستان رو به رینا داده. توی کتاب اون دختر روستایی با دادن روزانه گوسفند به این اژدها اون رو رام میکنه و اما اینجا میبینیم که شیپ اسلیر اصلا به این راحتی با رینا راه نمیاد و طراحی ظاهری این اژدها هم خیلی فوق العاده است و یه هیولای کاملا متفاوت با اژدهای دیگه. همزمان توی کینگز لندینگ اوضاع اصلا آروم نیست. ایموند استاد بزرگ رو از تختش بیرون میکشه و متهمش میکنه که داره برای فرار دادن اگان نقشه میکشه. البته این شک ایموند کاملا منطقیه، چون آخرین بار استاد رو کنار لاریس استرانگ و
اگان دیده بودیم. لاریس و اگان هنوز دارن توی اون کالسکه مخفی حرکت میکنن و جالب اینجاست که لاریس اصلا نگران دردهای شدید اگان نیست. اون حتی تنها کسی بود که اگان رو از نقشه‌های شوم ایموند نجات داد. ولی بازم اینجا هیچ دلرحمی نشون نمیده و انگار فقط به فکر خودشه. توی مسیر اونا با سربازان خاندان استانتون روبرو میشن و لردهایی که قلعهشون یعنی روکسرس فصل قبل سقوط کرد و دل خونی از اگان دارن. اگان نمیتونه خودش رو راضی کنه که بره نفع رینیرا کنار بکشه و واسه همین لاریس تنها کاری که برای نجات جون هر دوشون میتونه انجام بده اینه که هویت واقعی اگان رو فاش میکنه. حالا بریم سراغ دراگون استون. رینیرا با تمام وجود باور داره که پیشنهاد آلیسنت برای تسلیم کرده کینگز لندینگ واقعیه، اما خب هیچ کس توی شورا این حرف رو باور نمیکنه و حق هم دارن، چون این پیشنهاد زیادی خوب به نظر میرسه، اما فقط رینیرا آلیسنت رو اونقدر خوب میشناسه که بفهمه اون واقعا میخواد جنگ رو تموم کنه و رینیرا رو پیروز میدان اعلام کنه. اینجا جیسون یا همون جیس رسما جلوی مادرش میسته و اقتدارش رو زیر سوال میبره، اتفاقی که توی این قسمت بارها تکرار میشه. جیس داد میزنه که این یک تلست و واقعیت تلخ اینه که با وجود اینکه این آدما توی جبهه رینیرا هستن، اما هیچ کدومشون واقعا مثل یک ملکه باهاش رفتار نمیکنن. برگردیم به ردکیپ یا همون قلعه سرخ. آلیسنت به تالار پادشاه احضار میشه و اون ابتدا به سمت اتاق خواب اگان میره و اما وقتی گارد پادشاهی بهش میگه به سمت تالار تخت بانوی من، وحشت رو میشه توی چشماش دید. آلیسنت میفهمه که یه توطئه شوم در جریان و احتمالاً فکر میکنه اگان بر اثر جراحاتش مرده یا شاید ایموند کارش رو ساخته، اما وقتی وارد تالار میشه با ایموند مواجه میشه که شمشیر به دست روی تخت آهنین نشسته و این سکانس دقیقاً همپوشانی داره با سکانس معرفی دیمون توی فصل اول. برای اینکه این شباهت‌ها بیشتر بشه، ایموند شمشیر اگان رو داره و دیمون شمشیر معروف دارک سیستر رو، یعنی دو شمشیر اجدادی خاندان تارگریگن. وقتی ایموند به آلیسنت میگه برادرش حکومت رو به اون واگذار کرده، آلیسنت اصلا باورش نمیکنه و بخشی از دلیلی که آلیسنت رفت پیش رینیرا این بود که فهمید پسرش ایموند یهولای واقعی و به درد پادشاهی نمیخوره. راستی یادتون نره که رینیرا به آلیسنت کمک کرد که بفهم ویسریس در لحظات آخر مرگش اصلا منظورش پادشاهی اگان پسر آلیسنت نبوده، بلکه داشته درباره پیشگویی اگان فاتح صحبت میکرده، رازی که فقط به رینیرا سپرده بود. حالا آلیسنت داره تلاش میکنه تمام اشتباهاتی که رو از فصل اول مرتکب شده جبران کنه. ایموند حرف آلیسنت رو که میگه توی جنگل پادشاهی بوده باور میکنه که خب از نظر فنی دروغ هم نیست. آلیسنت کل فصل دوم رو بعد از اینکه ایموند به عنوان نایب السلطنه بهش گفت برو پیکاره تو اون جنگل گذرونده بود و حالا داره از همون علیه خودش استفاده میکنه. ایموند اصلا هوش و ذکاوت زنها رو اینجا باور نداره و فکرشو هم نمیکنه که مادرش بتونه بهش دروغ بگه. ایموند با آلیسنت میگه نقشه‌اش رو تغییر داده و میخواد توی پایتخت ببونه و 15000 سرباز هایتاور هم در راه کینگز لندینگ هستن و این خبر گند میزنه به تمام نقشه‌ای که آلیسنت با رینیرا کشیده بود. اما آلیسنت هوش خودش رو نشون میده. اون به جای بحث کردن با ایموند که میتونست اون رو مشکوک کنه، سکوت میکنه تا نقشه جدیدی بکشه. اما ببینیم توی جبهه های دیگه چه خبره. کشتی جنگی لرد کورلیس یه مجسمه جدید روی عرشش داره. این مجسمه رینیس رو با زره جنگی و کلاهخودی در دست نشون میده. توی دنیایی از ازدواج‌های سیاسی، کورلیس و رینیس واقعا عاشق هم بودن و این مجسمه یه ادای احترام فوق‌العاده به اون عشق از دست رفته است. بلافاصله کات می‌خوریم به ریورلندز، جایی که دیمون و نیروهای رودخانه دارن با ارتش‌های لنیسترها می‌جنگند. دیمون با اسکار تالی صحبت میکنه، همون لرد جوانی که فصل قبل دیده بودیم. اسکار اینجا ترکیبی از شخصیت‌های کرمیت و علم و تالی از کتابه. حالا نیروهای دیمون نگرانن که دشمنهای بیشتری دارن نزدیک میشن، اما به جاش گرگ‌های زمستان از دل جنگل بیرون میان. این همون ارتش شمالی‌های پیر و جنگ دیده‌ای هستش که گریگان توی فصل دوم بهش اشاره کرده بود. پرچم استارک‌ها دستشون، فرماندهشون کسی نیست جز رادریک داستین، معروف به رودی ویرانگر. نشان تبرهای خاندان داستین روی زره‌اش قشنگ مشخصه. اون سر بریده شده جیسون لنیستر رو جلوی دیمون پرتاب میکنه تا وفاداریش رو ثابت کنه. گرگ‌های زمستان یکی از خفن‌ترین بخش‌های دنیای بازی تاج و تخته. توی شمال وقتی زمستان‌های سخت و کشنده از راه میرسه و غذا کم میشه، پیرمردهای خانواده خونه رو ترک میکنن و میزنن به دل برف و بوران تا بمیرن و غذای کافی برای زن و بچه‌شون بمونه. حالا این پیرمردهای به شدت سخت کوش و جنگ دیده که از بدترین شرایط جون سالم به در بردن، اومدن تا برای ملک رینیرا بجنگند. از اون طرف گین هایتاور با کریستین کول درباره سربازی که به یک دختر روستایی تجاوز کرده بحث میکنه، اما کول فقط میگه اگه میخوای دارش بزن. کول بعد از نبرد روکسرس کاملا امیدشو از دست داده و اون میگه اژدها میرقصن و انسانها زیر پاشون مثل مشتی خاک هستن. اون قدرت واقعی اژدها رو دیده و فهمیده یه آدم معمولی مثل خودش در برابر این قدرت هیچی نیست. حالا به جای اینکه شجاعت به خرج بده و به عنوان فرمانده به سربازاش روحیه بده، یه گوشه نشسته و داره نشان خاندانش رو روی سپر نقاشی میکنه.
در مقابل گین هایتاور هنوز قلباً به شرف و شوالیه بودن باور داره و تقابل این دو شخصیت در کنار هم خیلی جذابه. توی دراگونستون سه تا از بذرهای اژدها یا همون حرومزاده هایی که اژدها رو کنترل می‌کردن نشستن و منتظر دستورات رینیرا هستن. فصل قبل رینیرا به حرامزاده های تارگریان اجازه داد شانس رو برای سوار شدن برای اژدها امتحان کنن و خیلی‌ها مردن ولی این چند نفر زنده موندن. همزمان رینا رو میبینیم که دوباره توسط شیپ اسلایر به زمین پرتاب میشه و شروع میکنه به خوندن اون ترانه معروف والیریایی که برای آروم کردن اژدها استفاده میشه. دوباره برگردیم به پایتخت، جایی که آلیسنت با دخترش هلنا صحبت میکنه و هلنا یه حرف خیلی عمیق درباره ایموند میزنه. اون بعد از اینکه ویگار رو تصاحب کرد ترس رو فراموش کرد، اما الان دوباره یادش اومده. ایموند احتمالاً بعد از حرفای فصل قبل هلنا که بهش گفت تو توی چشم خدا غرق میشه و دیگه هرگز دیده نمیشی به شدت ترسید. ایموند بعد از گرفتن ویگار بزرگترین و ترسناکترین اژدهای دنیا فکر میکرد روی این تن شده و اما وقتی فصل قبل اژدهای رینیرا رو دید همه چیز عوض شد. اون حالا احساس ضعف میکنه، احساسی که به شدت ازش متنفره چون تو بچگی همیشه به خاطر نداشتن اژدها مسخره میشد. حالا ایموند به هر در و دیواری میزنه تا قدرتش رو پس بگیره که این هم یه همپوشانی دیگه با شخصیت دیمونه که خیلی مهمه بدونی بخش زیادی از این جنگ و بدبختی‌ها داره توسط پسران دوم رقم میخوره. آدم‌هایی که قرار نبود قدرت پدر یا خاندانشون رو به ارث ببرن و حالا دارن به روش خودشون برای به دست آوردن قدرت میجنگن. در همین حین لرد کورلیس به پسر حرامزاده‌اش یه نوشیدنی خاص از جزیره ایب تعارف میکنه. مار دریا تو سفرهای افسانه‌ایش به کل دنیا سفر کرده و همیشه گنجینه‌های زیادی به قلعه‌اش یعنی هایتاد آورده. اون قلعه نماد کل زندگی و زحمات کورلیس و واسه همین دیدن سوختنش تا این حد براش دردناکه. اما بریم سراغ ارتش اوورموند هایتاور که داره به سمت کینگز لندینگ حرکت میکنه. اوورموند برادرزاده اوتو هایتاور و پسر عموی آلیسنت هستش. پشت سر اون کوچکترین پسر آلیسنت رو میبینیم که بالاخره تو این فصل بهش پرداخته شده و اینم یه اژدها داره که ارتش رو همراهی میکنه. و یه نکته خیلی مهم توی کتاب این پسر موهای نقره‌ای تارگریانی داره، اینجا موهای خرمایی مادرش رو داره. این تغییر ظاهر به خاطر اینه که میخواستن این پسر رو بیشتر به طبیعت صلحجوی مادرش وصل کنن تا برادرهای جنگ افروزش. اوورموند از یک زندگی مجلل میاد و این رو میشه از زره شیک و انگشترهای توی دستش فهمید و اون حتی از بوی گند اردوگاه بدش میاد و یه شیشه عطر کوچیک به کمرش بسته. آلیسن توی اون نامه جعلی از طرف ایموند قشنگ هندونه گذاشته زیر بغل اوورموند. اما کارهای آلیسن تموم نشده و اون میره پیش ایموند و دقیقاً همون حرفایی رو میزنه که ایموند دلش میخواد بشنوه، اینکه اون از اگان بهتره و آلیسن یه نقشه داره تا اونو از اژدهان رینیرا و سرنوشتی که ازش میترسه نجات بده. آلیسنت قشنگ روی نقطه ضعف ایموند دست میذاره، یعنی تمایلش به قدرتمند و بیباک دیده شدن. آلیسنت بهش میگه که موندن توی کینگز لندی که کار آدمای ترسوه و بعدش عجیب ترین لحظه کل سریال رقم میخوره و ایموند مادرش رو میبوسه. چی تو ناموسنی چی کاری کردی؟ و وحشت رو میشه توی چشمای آلیس دید. اون یک بار دیگه با این حقیقت روبرو میشه که پسراش چقدر به هیولا تبدیل شدن. البته این تمایل ایموند به آلیسنت برای سریال جدیدی و توی کتاب‌ها اصلاً همچین چیزی نیست. اما قبلا زمین چینی شده بود. یادتونه ندیمه و معشوق مورد علاقه ایموند توی فاحشه‌خونه سیلوی بود، یه زن سن بالا که ایموند از نوجوانی پیشش میرفت و ایموند اونجا فقط دنبال لذت نبود بلکه دنبال محبت مادری میگشت. حالا کات میخوریم به اون حرامزاده‌ای که اژدها داشت که وسط جنگل با یه بز سیاه روبرو میشد. توی اسطوره‌ها و فرهنگ‌های عامه بز سیاه همیشه نماد شیطان و جادوی سیاهه. این موجود به احتمال زیاد یکی از مردان سبز هستش، فرقه‌ای که از درختان توی جزیره چهره‌ها محافظت میکنن. میگن اونا پوست سبز و شاخ گوزن دارن. بعدش آلیس ریورز ظاهر میشه و خیلی ساده میگه من یه ساحرم. آلیس فصل قبل توی هارنهال به دیمون رویاهایی از آینده نشون داد و کمکش کرد لردهای رودخانه رو با خودش همراه کنه. در همین حال بیلا با عجله میره پیش رینیرا و خبر میده که ناوگان 3 سالاری به سمت منطقه گالت حرکت میکنه. رینیرا که دیگه از گوشه نشینی و فرستادن بقیه به میدون جنگ خسته شده میخواد خودش سوار اژدها بشه و بره جنگ. اون میگه نشانه های قدرت جواهرات و لباس مجلل نیست بلکه سپر و شمشیرن. اما باز هم جیس جلوش رو میگیره. جیس از اول این قسمت مدام داره اقتدار مادرش رو زیر سوال میبره و به تصمیماتش اعتماد نداره. البته حرفش کاملا غلط نیست که ملکه نباید مستقیم بره وسط میدون جنگ، اما لحن و رفتارش اصلا در حد احترام به یک ملکه نیست. جیس فصل قبل بدون اجازه رفت و تونست فریها رو با خودش همراه کنه و حالا بدجور تشنه اینه که دوباره خودش رو ثابت کنه.
اون به بیلا میگه ما میتونیم این پیروزی رو برای ملکه به دست بیاریم و حالا میرسیم به نبرد گالت، نبردی که طرفداران کتاب سالها منتظرش بودن. قشنگ مشخصه که این سکانس یکی از گرانترین و پیچیده‌ترین سکانس های جنگی تاریخ تلویزیونه. تو این بلبشو تایلند لانیستر یه درس مهم میگیره، اینکه به مزدوران 3 سالاری نباید اعتماد کرد. از اون طرف رینیرا رو میبینیم که از شدت خشم لباس مجللش رو با چاقو پاره و ریزه ریزه میکنه و این حرکت نماد خشم شدید رینیرا از محدودیت‌های زن بودنشه. اون کل زندگیش تغییر شده و بقیه طور باش رفتار کردن که انگار کمتر از مرداست و حالا دیگه خیلی عصبانی شده. تو بیشتر این سکانس دوربین فقط روی رینیرا فوکوس کرده و این تکنیک فیلم برداری قشنگ نشون میده که چطور خیانت پسرش و گاردهای پادشاهی اون رو از اطرافیانش جدا و منزوی کرده و اون حس میکنه به هیچ کس نمیتونه اعتماد کنه. حتی وقتی سرش رو برمیگردونه و میساریا رو پشت سرش میبینیم، فوکوس دوربین هرگز روی پس زمینه نمیره و روی رینیرا قفل میمونه تا تنهاییش رو توی کادر فریاد بزنه. بریم سراغ نبرد. وسط نبرد ورماکس و موندنسر شیرجه میزنند روی کشتی‌ها، درست مثل کاری که دنیریس سالها بعد با ناوگان آهنین انجام میده. توی کتاب بذرهای اژدها یا حرومزاده‌هایی که اژدها رو کنترل میکردن تو این نبرد حضور دارن و بیلا غایبه. توی این نبرد ورماکس اژدهای جیس تیر میخوره، اما بیلا توی آخرین لحظه نجاتش میده. از اون طرف کورلیس کشتی‌های لورهار رو به سمت یک آبراه خطرناک و صخره‌ای به اسم گذرگاه دراگونستون هدایت میکنه. اون خودش سکان کشتی رو دست میگیره تا یادآوری کنه قبل از هر چیز بزرگترین دریانورد دنیاست. وقتی با موافقت از گذرگاه رد میشن و اینجا اون پسر حرامزاده‌اش با تحسین به پدرش نگاه میکنه و به نظر میرسه کورلیس بالاخره تونسته احترام پسرش رو به دست بیاره. اما این وسط رینا کنترل شیپ اسلیر رو از دست میده. اژدها شروع میکنه به آتش زدن کشتی‌های خودی در کنار نیروی 3 سالاری. علاوه بر این صحنه نشان دهنده ترس و اضطراب خود رینا هم هست. اژدها سوارها احساسات خودشون رو به اژدها منتقل میکنن. چون رینا به شدت ترسیده، شیپ اسلیر هم فکر میکنه هر کشتی و آدمی یه تهدیده که باید نابود بشه. بیلا با هوشمندی شیپ اسلیر رو دنبال خودش میکشونه تا خودیا رو نجات بده. یه مانور فوق العاده خطرناک که یه جرقه آتش اژدها میتونست کارش رو تموم کنه. وسط این خط مقدم پسر حرامزاده کورلیس فکر میکنه لوهار کورلیس رو کشته و واسه همین برای انتقام پدرش شیرجه میزنه وسط. درست تو لحظه‌ای که داشت با پدرش ارتباط برقرار میکرد فکر میکنه اون رو جلوی چشماش از دست داده. الان توی اوج خشم موفق میشه لوهار رو بکشه و این عصبانیت شدید ثابت میکنه که برعکس تمام حرفاش اون قلباً به پدرش اهمیت میده. اون طرف جیس تلاش میکنه برای نجات بیلا وارد بشه، اما نمیتونه به شیپ اسلیر حمله کنه چون نمیخواد به رینا آسیب بزنه. همین نزدیک شدن بیش از حد اون رو به یک هدف راحت برای کمانهای زنبورکی کشتی‌ها تبدیل میکنه و این بار دیگه بیلا نمیتونه به موقع نجاتش بده. اما جیس موفق میشه خودش رو از اژدهای در حال سقوطش آزاد کنه، اما به محض اینکه روی تخت پاره‌ها بلند میشه دقیقاً مثل شخصیت برومیر توی ارباب القاها هدف تیرها قرار میگیره و کشته میشه. تم اصلی و مشترک این اپیزود اینه که بچه‌های جوان زیادی تشنه این هستن که خودشون رو توی جنگ ثابت کنن و به افتخار برسن بدون اینکه ذره‌ای از بهای این افتخار سر در بیارن. توی این جنگ جناح سیاها شاید از نظر فنی برنده این نبرد شده، اما تلفاتشون غیر قابل جبران بود. خب دوستان، اینم بود از پایان ویدیو. حتما نظرتون رو درباره این قسمت برام کامنت کنید و لایک و ساب هم یادتون نره. تا ویدیوهای بعدی و موشکافی‌های بیشتر، فعلا خدا نگهدار.